خیانت با همسایه قسمت اول. من نگار با شکمی بزرگ و پر از امید روی مبل لم داده بودم و به صدای باران گوش می‌دادم. شوهرم امیر دیر وقت از سر کار برگشته بود و خسته به نظر می‌رسید. اما چیزی در چشمانش بود که مرا نگران می‌کرد. چند هفته‌ای بود که رفتارش عجیب شده بود، مدام با موبایلش سرگرم بود و بهانه‌های عجیب و غریب می‌آورد. حتی وقتی از او درباره دیر کردن‌های مکررش سوال می‌کردم با عصبانیت جواب می‌داد و می‌گفت کار دارم نگار. تو همیشه شکایت می‌کنی. همسایه‌مان سارا زنی زیبا و خوش برخورد بود که همیشه با من مهربان بود. او همسر علی مردی سختگیر و کم حرف بود. سارا و من اغلب با هم چای می‌نوشیدیم و از زندگی حرف می‌زدیم. اما اخیراً سارا هم رفتارش تغییر کرده بود. گاهی به نظر می‌رسید از چیزی می‌ترسد یا شاید احساس گناه می‌کند. یک بار حتی وقتی از او درباره امیر پرسیدم ناگهان رنگش پرید و بهانه‌ای آورد تا از خانه‌ام بیرون برود. یک شب وقتی امیر به بهانه کار دیر کرد تصمیم گرفتم به اتاقش سر بزنم. موبایلش روی میز بود و پیامی از سارا روی صفحه نمایش چشمک میزد. امیر نمیتونم ادامه بدم. این راز داره من از بین میبره. دستهایم لرزیدند. قلبم به تپش افتاد. نمیخواستم باور کنم که امیر مردی که قرار بود پدر فرزندان باشد با سارا رابطه‌هایی داشته است. اما پیام‌ها واضح بودند. آن شب خواب به چشمانم نیامد. تمام شب به این فکر کردم که چگونه زندگیام به اینجا رسیده است. چگونه مردی که روزی عاشقانه دوستم داشت حالا پشت سرم با همسایه‌مان رابطه دارد.